سلام و وقت بخیر خدمت همه عزیزان. امیدوارم که حالتون خوب باشه. یه مشتری امروز اومد مغازه و حجم روغنشون 4.5 بوده که گفتش که یه نیم لیتری از خودم دارم، شما یه 4 مثلا بیشتر برام نریز. بعد نیم لیتری رو آورد و الان صحنه‌ای که برای نیم لیتری بهش برخوردم و گفتم که حتما برای شما هم به اشتراک بذارم ببینین و الان نشونتون میدم. خب آقا، این نیم لیتر روغنی که خود مشتری از قبل داشته، من اویل پمپ آوردم که شما متوجه بشین که وقتی این روغن بیکیفیت رو میریزین داخل موتور خودروتون، این اویل پمپ نمیتونه اینو بالا بکشه. بعد هزینه‌های هنگفتی روی دستتون میذاره. خب این صحنه رو دیدین و مشکلی که برای خودتون ایجاد میکنه. حالا مشکلی که برای ماهایی که مغازه تعویض روغنی داریم و از جایی خبر نداریم که شما قبلا کجا رفتی تعویض روغن کردی یا نیم لیتر که داری از چه روغنیه، به خدا یعنی اگه من اینو متوجه نمی شدم و میرفتین و ماشینتون مشکل میخورد، میومدین اینجا تا قرون آخرش رو از من میگرفتین، تا 1000 تومانی آخرش رو از من میگرفتین و قبول دارم نبودین که این روغنی که ایراد داشته روغن خودتون بوده. حتما اولا اینکه انسانیت رو رعایت کنین، دومی که از جای معتبر خرید کنین. ممنونم.